شما کدومی از دپوتات‌ها رو میشناسید؟ وکیلای مردمی رو شما کدومیش رو میشناسید؟ چرا نمیشناسید؟ مثلا 7 سال در مسکو بودم، نه اومدم. 12 تی. برای همین یگان تاش نمیشناسم متاسفانه. مثلا از دپوتات‌های روسیه یگان تاش میشناسید در اونجا؟ سریش هم اشپاشی. رستم میگه وکیل مردمی است. مردمیش کجان زورو باز کیا؟ با محاسای بایدگوف هستن. دپوتات؟ بله، کدوم از دپوتات‌ها رو میشناسید؟ من دپوتات. شدم روسیه. شما دو نفر را نامبر میکنم. شکرجان ظهور و شاکرجان حکیم. کدوم از این دو نفر دپوتاتند؟ دکات میگم میگه شکل. نه در سلطنت کی بود؟ شکرجان ظهور، محاسای بایدگوف و شکرجان حکیم. نه دپوتات. نه تابوتی خیلی خوبه. کی بودن؟ ایلیچ نورو. خیامالدین میرالیان رو میشناسم، یکی از استادای بهترین ما از فن سوسیولوژی اداره کنی ما رو درگذشته است. باز دپوتات ظهور جراخان رو میشناسم که رئیس یکی از کمیته های مجلس نمایندگان به حساب میرود. دپوتات شریف رحیم زاده رو میشناسم که رئیس کمیته اقتصاد و سودای اقتصاد و مالیه دستگاه مجلس نمایندگان مجلس وزرا می باشد. باز شریف رحیم زاده دپوتات رئیسش کجا ظهور رو میشناسیم، خیرنیسا یوسفی رو میشناسیم، موین است. کدوم از وکیلای مردمی خود دپوتات‌ها رو میشناسید؟ وکیل‌ها و دپوتات‌های مردمی چند نامبر کنیم و گاز کنیم. شکرجان ظهور و شاکرجان حکیموف کدوم از این دو نفر بسیار دپوتاتند؟ شکرجان ظهور با فکرمون شکرجان ظهور دپوتات خلقی است. ما با بدونیم سفر و روپیا نشناسیم، اما باید همون دپوتات نویه اسماعیلی سومالی ما همون کس را میشناسیم. از دپوتات ها میشناسم عادت برآمدگی نکردم. روسی بری خدا یگان شه. کدومی از دپوتات‌ها رو میشناسید؟ یعنی وکیلای مردمی رو. شما نکنم ما فکر کنم دپوتات‌های مجلس نمایندگان. ولی نمایندگان. من میذارم کبیروف ممکن باشد. با کی باشد؟ راست من نمیدونم، هم دادستگی من میدم. عبدالحمید صمدو و عبدالحلیم غفورов کدومی از این دو نفر دپوتات هستند؟ کی؟ عبدالحمید ستاره. عبدالحمید صمدو و عبدالحلیم غفورov کدومی از اینا دپوتات هستند وکیل مردمی؟ عبدالحلیم غفورov و عبدالحمید صمدو. من از دپوتات ها میرالیان خیامالدین، سعید جمشید، شکرجان ظهور، خیرنیسا یوسفی و غیره ها را میشناسم. دپوتات یعنی وزیر شهر رئیس میدونیم که نوشیده شه بچه جناب. وکیل مردمی را نمیشناسید؟ نه. میدونم من انجلی.